سلام و خیلی خوش اومدیم به تک شارک. امروز قراره یک قابلیت خفن در iOS 18 رو به اسم ووکال شورتکات بهتون یاد بدم. فکر کن فقط کافی با یک دستور یا یک کلمه گوشه براتون یک سری کارا رو انجام بده. پس قطعا خیلی باحاله. بزنیم بریم این ترفند رو بهتون یاد بدم. خب اول از همه میریم توی ستینگ و روی اکسسیبیلیتی کلیک میکنیم. بعد توی این بخش یکم اسکرول میکنیم پایین و روی ووکال شورتکاتس کلیک میکنیم. در این صفحه هم روی ستاپ ووکال شورتکاتس کلیک میکنیم و در این بخش روی کانتینیو کلیک میکنیم. از اونجایی که من میخوام خودم یه اکشن مشخص کنم، مثلا کاری کنم که با یک کلمه صفحه خودش اسکرول داون کنه، بالای صفحه توی بخش سرچ اسم اسکرول رو جستجو میکنم و از اینجا گزینه اسکرول داون رو انتخاب میکنم. در این انتخاب این اکشن هم برای من کاربردی بودنشه، مخصوصا وقتی دست بنده. اینجا باید اون کلمه یا عبارتی که میخوای به عنوان دستور بگیر رو تایپ کنی. بعد از اتمام کارم روی کیبورد روی گو کلیک بکنیم. حالا تو این بخش باید اون کلمه یا عبارتی رو که قراره باهاش اکشن انجام بشه رو 3 بار بگی. بزن پایین، بزن پایین، بزن پایین. ببین فقط دقت کن هر 3 بار رو با لحن و حالت مشابه بگی که گوشی بتونه خوب یاد بگیره. اینجا نیاز نیست جمله خیلی خاص باشه، هر چیزی که خودت راحت تری رو بگو. خب اینجا هم روی کانتینیو کلیک میکنیم. تو این صفحه هم روی دونت شیر میزنیم. خب اینجا هم روی اکسسیبیلیتی کلیک میکنیم که برگردیم به منوی قبلی. خب حالا وقت تست کردنه. بیاین یه تست بکنیم و ببینیم دستورمون کار میکنه یا نه. بزن پایین، بزن پایین، بزن پایین. خب همینطور که دیدی این دستور عالی برای من کار کرد. راستی یه چیز جالب بدونین به نظرم بد نیست. این قابلیت رو اپل بیشتر برای کسایی طراحی کرده که گفتارشون یکم متفاوته، اما به نظرم واقعا برای همه میتونه مفید باشه، مخصوصا وقتی مشغولی یا دستت گیره یا چه میدونم حتی پشت فرمونی. خب رفقا، اینم از آموزش امروز. اگه یه شورتکات خفن دیگه ساخته که فکر میکنی به درد بقیه هم میخوره، حتما توی کامنت ها بگو. اگه از این ترفندم خوشت اومده ویدیو رو همین الان لایک کن و اگر عضو تک شارک تا الان نشدی حتما سابسکرایب هم بزن که آموزش‌های ترفندهای باحال در راهه. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدید. تا ویدیوی بعد، بدرود.